پیوندان روزنامه‌نگار خورشید فاضلوف گفتند او را ماموران امنیت در شهر پنجکند بازداشت کردند. عزیزا نومانووا مادر خورشید فاضلوف روز 8 مارس به رادیوی آزادی گفت یک لحظه نشان دادند رویش را دیدم ولی امکان گپ زدن ندادند. مادرش میگوید خورشید فاضلوف را روز 7 مارس دید و انتظار داشت که پس از پرسش رها می شود، اما هنوز در بازداشت است. اتهام ضد او معلوم نیست. مقامات به طور رسمی درباره بازداشت او و سبب‌هایش چیزی نگفتند. خبرنگار تاجیک تا حال وکیل مدافع ندارد. نمیدانم برای چی پسرم را بردند، چه کار کرده است، گپ نمیزنند. دیروز تلفن و کامپیوترش را بردند، امروز دادرش رفته بود، گفتند لباس و چیزهای دیگر ضروریش را بیاریم، گفت مادر خورشید فاضلوف. خورشید فاضلوف را روز 6 مارس در اداره کار مهاجرت شهر پنجکند دستگیر کردند، جایی که تا ماه ینور امسال بر اساس قرارداد کار میکرد. چند منبع از جمله کارمندان اداره کار و مهاجرت پنجکند به خبرگزاری از پلوس گفتند 4 نفر صبح 7 مارس کامپیوتر را که او کار میکرد گرفته بردند. فاضلوف بیشتر با رسانه‌های مستقل محلی همکاری داشت، به خصوص مشکلات مردم و کمبودی مقامات در پنجکند مینوشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. چند سال پیش در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان او را از همکاران سامانه مستقل اخبار نام کرده بودند. خورشید فاضلوف 37 سال و صاحب 3 فرزند است. در یک سال آخر در تاجیکستان بیش از 10 خبرنگار و بلاگر دستگیر و از 7 تا 20 سال زندانی شدند. سازمان‌های بین المللی حکومت را به فشار افزاینده به خبرنگاران تنقید کردند. مقامات میگویند خبرنگاران به همکاری با سازمان‌های ممنوع عیبدار شدند.